در قیامت از شما قرآن شکایت میکند، حق مجازات شما را در قیامت میکند. آخرین قرآن همه وحی خدای اکبر است، آخرین آیات روشن معجزه پیغمبر است. این کلام الله امانت از رسول اظهر است، هیچ کافر با امانت این خیانت میکند. در قیامت از شما قرآن شکایت میکند، حق مجازات شما را در قیامت میکند. روز محشر در میان انبیا و اولیا میکند قرآن شکایت در بساط کبریا. در حضور انبیا و اولیا و اصفیا پس خدا تشکیل دیوان عدالت میکند. در قیامت از شما قرآن شکایت میکند، حق مجازات شما را در قیامت میکند. من چه کردم با شما که خوار و زارم کرده اید، پیش هر مذهب به اعتبارم کرده اید. در میان کوچه پر گرد و غبارم کرده اید، هیچ کس با دین و آیین این شناعت میکند. در قیامت از شما قرآن شکایت میکند، حق مجازات شما را در قیامت میکند. من کلامی روح و بخش کبریایی بودم، معجزی پیغمبر و الهام خدای بودم. من کجا ای قوم اسباب گدایی بودم، هر کسی احکام دینش را رعایت میکند. در قیامت از شما قرآن شکایت میکند، حق مجازات شما را در قیامت میکند. ای که خود را تو مسلمان گفته ای اندر زمین، هیچ ملت با کتابش کرده رفتار این چنین. شاهدی بر حال قرآن یا اله العالمین، سوره هایم یک یک اقرار شهادت میکند. در قیامت از شما قرآن شکایت میکند، حق مجازات شما را در قیامت میکند. حق مجازات شما را در قیامت میکند.